تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار هفتم. دهه ووژ بیت الحزن را میماند. 10 خانواده ماتم داشت، چون امکان نبود که هر خانواده مراسم ماتم را علاهیده گذراند. کلانتران دهه صلاح دانستند که فاتحه خوانی و چراغ روشن را در نزد آستان برپا کنند. مردان در یک طرف، زنان در طرف دیگر آستان به ماتم نشسته بودند. فاتحه خوانها می آمدند، آیت قرائت می کردند، همدردی می نمودند. زنان زور زور می گریستند، مردان درون درون می سوختند و برای دیگران جای خالی کرده می رفتند. با دیدن پهلوان آوازدار، مردان از جا برخاستند و برده در پهلوی خلیفه شناندند. خلیفه شاه نسیم با پهلوان دستبوس کرد. جهانگیر دو زانو زد و آیت خواند. خلیفه تکبیر کرد، ازدحام آمین گرفت. این قدر قربانی. با آهنگ ندامت در بیخ گوش پهلوان گفت خلیفه و 2 قطره اشک بریشش شاریده را با آستین رغزش پاک کرد و افزود: چه خطای بزرگی از ما گذشته. بله، خطای بزرگی کردیم، گفت جهانگیر و گویا دوام گپش را فراموش کرده باشد، چشم به آدمان نوآمده دوخت. ملا خشال و میرزا عزیز هم در بینشان بودند. خدمتگاران آخان را شناخته برای احترامش او و همراهش را به نشستگاه خلیفه بردند. چون رسم سلام و تعزیه را به جا آوردند، خلیفه از ملا خشال خواهش کرد که آیت بخواند. آواز نرم و خوش آهنگ آخان بلند شد و شیوه خوانشش همه را مفتون ساخت. خواندن او آنقدر دلکش و جالب بود که آدمان احساس می‌کردند چه طور غم و غصه میده میده تار و پود وجودشان را ترک نموده جای آن را حرارت گرم امید و زندگی پر می‌سازد. این گونه لهجه شیرین را بار نخست می‌شنوم. و ملا خشال رو آورد خلیفه شاه نسیم: خداوند تعالی 7 پشتت را رحمت کند برادر. ملا خشال مایه افتخار دهکده ماست خلیفه. با افتخار گفت جهانگیر: برای همین ما او را از پرشنیف به بخشور آورده برایش خانه و در ساختیم. حالا بچه های ما را سبق می دهد. میدانم پهلوان، میدانم، تصدیق نمود خلیفه. از دهه ما هم 2 پسر را به شاگردی قبول کرده است. افسوس میخورم که دوران شاگردی هم گذشت، وگرنه علم قرائت را در نزد ملا خشال از بر می کردم. از این تعریف ها ملا خشال ناهنجار شد و عزم رفتن کرد. پهلوان، میدانم که شما شب می ایستید و من و میرزا عزیز اجازه بدهید. جهانگیر راضی نشد. ملا، شب در معرکه می ایستیم، سحر پس از چراغ روشن هر سه‌مان یک جای می رویم. خلیفه شاه نسیم هم مانع عزم ملا خشال گشت. تقصیر، غم مردم را قرائت دلاویزت سبک می گرداند. این کار بسیار ثواب است که حالا برای مسلمانان کرده می توانی. تاریکی فرامد. پس از ادای نماز معرکه سر شد. خلیفه امر کرد که برای ملا خشال رباب بیارند. نوبت اول مدحیه خوانی را به او دادند. ملا خشال اسباب را جور نمود و نیایش را با این رباعی های جگرسوز آغاز کرد: من بنده مولای محمد باشم، دیوانه شیدای محمد باشم. روزی که قیامت آشکارا گردد، من خاک کفی پای محمد باشم. یا رب برسان به حضرت صاحب را، فرزند علی ابن ابو طالب را، که از دوری او همیشه فریاد زنم، مانند سگی که گم کند صاحب را. آواز دلنواز ملا خشال با صوت جانگداز رباب آمیخته دلهای از غم و غصه مرگ جگربندان زرداب گشته صدها مرد و زن
در گرد آستان به ماتم نشسته را گاه می فشرد و گاه سر می داد. از بین نشستگان گاه ناگاه فریاد جانخراش زنی بلند می گشت یا مرد به یاد شخص شهیدش نعره پردرد از عمق جگر برمی کشید، چندان که عکس آن به کوهها می افتاد. کوههای سالار و با حشمت نیز گویا اختیار از دست می دادند و آن صدای جگرسوز را چند مراتبه با نوای حزن تکرار نموده در اوراق سنگین خیش ثبت می کردند. عروس پدر و پسر. اهل دربار همگی در تردد سور شاه محبت خان بود. موافق امر او روز پنجشنبه مراسم نکاح، روز جمعه سور عروسی برگزار می شد. خراجات بزم بر عهده آقسقالان دهات اطراف فرامد. ملکباز مهماندار دربار با امر شاه به شیوه، روشان، شاخدره، غند، سوچان و حتی درباز جهدگر فرستاد تا اعیان و اکابر این ملک ها را به سور دعوت کنند. هر یک بونه دهه های اطراف بحرپنجه تا پارشن و شدوود وظیفه‌دار کرده شدند که تا روز چهارشنبه به قلعه یکتایی گوسفند یا بز، 2 تفسین روغن، 1 بند هیزم، نیم پود جو، 1 پود آرد، 1 غربال طبقی، 1 سبد کاه سفید سورانه برده به خزیندار تسلیم نمایند. ماسلان دهه به دهه گشته اجرای امر شاه را نظارت می‌کردند. در اجرا نکردن امر یگان عذر قبول نمی‌شد. خانواده‌ای که از ناداری سورانه داده نمی‌توانست به فشار سخت حتی قمچین کوبی ماسلان گرفتار می‌گشت. بنابراین مجبور می‌شد که قرض و قواره کرده جان خود را از این عذاب علیم خلاص نماید. 2 کنیزک جوان سروناز را به گرمابه حرم درآوردند. گرمابه خانه وسیع بود. درازی دیوارهایش 7-8 و بلندیشان تخمیناً 4 خلاج اندازه داشت. از آب گرم و گوارای حوض سنگین حجره بوی خوش و فرح بخش کرفس و ریحان به دماغ می رسید. کنیزان چالاک لباس عروس را کشیده او را روی دست برداشته به حوض درآوردند. اول با سیجب چوبین به سرش آب ریختند، سپس به مالش دادن پیکر سفید و نازکش پرداختند. این بار دوم بود که سروناز را در همین حوض برای عروس شدن آبتنی می دهند. بار نخست برای پدر، این بار برای پسر. رسا 7 سال پیش عیناً به مثل حاضر 2 کنیزک او را شستشو داده برای درآمدن به آغوش شاه عبدالرحیم خان آماده کردند. آن وقت آب گرم را 2 کنیزک دیگر از بیرون بکشاندند، چون که دیگخانه در پشت گرمابه واقع بود. اما 2 سال پیش استای آوردند که دیوار جانب حولی را کنده گولخ ساخت و آن را به واسطه موری به گرمابه پیوست و در داخل گرمابه دیگدان عمارت کرد. در این دیگدان دیگی بزرگ چلمنی شناندند. وقتی در آن سوی دیوار در گولخ آتش می افروختند آبش گرم می شد و از تأثیر این گرمی هوای داخل بنا هم همیشه برای آبتنی مساعد بود. آن زمان سروناز همگی 15 سال داشت. یک صبح نحس تابستان قرغیزان مرغاو ساعت پیش از خروسبانگ به دهه‌شان سریز هجوم آوردند. اهل ده در خواب شیرین سحری پاسبانان قلات هم بانگ خطر نزدند. شاید قرغیزان آنها را هم غافلگیر کرده بودند. سروناز را آواز جانخراش مادر بیدار کرد. پدرش در صوفه ایوان با کسی افتوده رفت داشت. در نیم تاریکی غیر زده یکدیگر را می کوفتند. مادرش یاری دهید قرغیزها گویان هر زمان داد می زد. سروناز هم به داد و فریاد مادر همراه شد. این اثنا سواره رسید و به زمین جست و با قمچین به پشت سر پسار ضربه زد. او آواز نبرآورده از صوفه به زمین غلتید.
قرغیزان مادر و دختر را کشالکنان به اسبها شنانده از دیه بیرون بردند. سوار سروناز را با دست چپ به سینه خود پخش کرده با دست راست اسب میراند. دختر هرچند زور زد فشار حلقه دست قرغیز را سست کرده نتوانست. وی مرد لاغرندام و سبک وزن باشد هم چالاک و بوزینه بود. تا نماز شام دسته قرغیزان 25-30 سوار از پایشان را یک زیل ریز چارپا رانده به دیهه علی چار رسیدند. سرکرده این راهزنان محمد کریم بوده است. او مرد میان سال بالا بلند شانه پهن سرخینه بود با چشمان غضب‌آلود، پیشانی دنگ و گوشهای غیر عادی کلان. برعکس قرغیزان دیگر که همگی قلپاق داشتند، تلپک پوست بره بر سر و چکمن خوشبافت قرمزی رنگ تاجیکی به بر داشت. راهزنان غنیمت‌های آوردهشان را یک یک به قرباشی آنها محمد کریم را چنین نامه بردند، تسلیم نمودند. سروناز چیز و چاره اهل دیهش خرما، شب، گاهواره، تبر، چوب وسه و تیر، میوه خشک، صندوق، انواع غله و هاک از آن را در گرد و اطراف خیمه قرباشی دیده از دیده اش خون باراند. از ساکنان دیه همین 2 نفر سروناز و مادرش گلناز را اسیر آورده بودند. 2 روز در علی چار استادند. روز سوم محمد کریم با 10 نفر رازن راه شغنان را پیش گرفت. تمام غنیمت را به 3 شتر بار کردند. سروناز و مادرش را هم به شتر در کجاوه ها شناندند. عجیبش آن بود که قرغیزان به آنها مهربانانه مناسبت میکردند. در کاروان همراهشان 2 زن قرغیز هم بودند که برابر اعلان شدن توقف یا شبخوابی به نزد آنها می آمدند، حال پرسی می کردند و هرچند از گلویشان چیزی نمی گذشت پیششان خوردنی می گذاشتند. قرغیزان به زبان شغنانی آزاد گپ می زدند. حتی نفران به پارسی سرود می خواندند. ولی این مناسبت های خوش ذره نه به مادر می فاریدند نه به دختر. به ضمن این در کتلهای آسمانبوس دلشان از نرسیدن هوا می شورید. گوشهایشان غواص زده بعضن زنگوله زنان صدا می کشیدند. سرها درد می کردند. دل مادر و دختر به یاد شوهر و پدر، یار و دیار هر لحظه خون می شد و اشک حسرت و ندامت پیوسته از چشمانشان 6 قطار می ریخت. مادر زار با جگر سوخته بر رسم زنی که از پس جنازه آواز می اندازد در کوه و پشته های به فریاد رس پامیر ناله می کشید. ای صد برگ سفید بین چه حالا دارد، تقدیر اله را بین چه کارا دارد. گفتم بروم پیش فلک ناله کنم، از گریه من فلک چه پروا دارد. با ربایی خوانی مادر از دل به یاد پدر پارگشته سروناز قطره قطره خون می زهید و او سر آواز مادر را می گرفت. آه اندوه و غم است در دیارم چی کنم، این اشک به حال او ببارم چی کنم. هر لحظه ز غم یک خبری می شنوم، گردیده خزان گلی بهارم چی کنم. کاروان در 2 راه‌های کوتاه خرگوشی به چپ جانب وادی شاخدره تاب خورد. وقتی به جوشن گاز رسیدند نفس کشیشان سبک شد و از دیدن سبزه و گیاه چشمشان اندکی روشن گشت. روز 4 به شغنان رسیدند. در قلعه بحرپنجه اسیران فهمیدند که سرکرده راهزنان قرباشی محمد کریم خان پس از شاه شخص دوم دربار یعنی دیوان بیگی بوده است. دیوان بیگی مادر را خود به زنی گرفت و دختر را به شاه عبدالرحیم خان تورتوق کرد. شاه پس از 1 سال خفت و خیز با سروناز به او چنان دل بست که 1 هفته سور و شادمانی اعلان نموده او را به نکاح خود درآورد. بعدها وقتی که سروناز در دربار عبدالرحیم خان آدم خودی شد فهمید که محمد کریم خان دیوان بیگی سال 2 مراتبه به پامیر سفر کرده با دسته راهزنانش ساکنان این سرزمین را غارت نموده غنیمت به دست آوردهش را به شاه می سپرده است. شاه هم برای این کارنمایی هایش
او را در منصب دیوانبگی نگاه می داشته است. امور اداره مملکت عملاً در دست این قرغیز بود. او هر چی می خواست با مردم می کرد. هر حکمی که می برآورد عبدالرحیم خان قابل قبول می دانست. نفوذش در دولت به اندازه افزود که حتی پسران شاه به تشویش آمدند. بنابراین وقتی محبت خان حاکم شاخدره بود با برادرش یوسف علی خان به مصلحت نشستند و شب به بحر پنجه هجوم آورده محمد کریم را به قتل رساندند. بعد این واقعه مدهش مادر سروناز به شوهر ماند. با میانروی سروناز عبدالرحیم خان اجازت داد که او به زادگاهش دهه سریز برگردد. دو نوکری که گلناز را از راه روشان به برتنگ می بردند پس از یک هفته برگشته خبر آوردند که گلناز هنگام گذشتن از دریا غرق شده است. این مصیبت سروناز را به درجه مایوس ساخت که 3 سال تمام لباس سیاه به بر کرد، از خوشی‌های زندگی دست برداشت و به ماتم مادرش نشست. این ماتم دراز مدت اعتراض و اعتصاب جدی سروناز بود به شوهر ظالمش عبدالرحیم خان، زیرا او یقیناً می دانست که آن دو نوکر مادر عزیزش را با امر مخفی شاه در راه به هلاکت رساندند. گلناز اسرار زیادی می دانست، ولی شاه البته نمی خواست که سر خانوادهش از زبان شاهد زنده به مثل گلناز در دهان عوام افتد. نه مادر نه دختر از شوهران خود فرزند نیافتند. سببش شاید آن بود که هر دویشان این ظالمان تجاوزکار را سخت بد می دیدند. با تمام وجود به آنها نفرت داشتند و برای همبستری نکردن با آنها 1001 بهانه پیش می آوردند. گلناز همانو به یاد شوهر بجان و دل برابرش پسار خاکسار و مهربانش می سوخت و محبت پاک او را با خود به دنیای بقا برد. او تا واپسین نفس نمی دانست که شوهرش آن صبح نحس هلاک گردید یا زنده ماند. دل سروناز جوان برعکس مادرش از محبت خالی بود. او هنوز به درک معجزه عشق نرسیده به تجاوز شاه شغنان که 25-30 سال از او بزرگتر بود گرفتار آمد. از این رو به جنس مرد نفرت پیدا کرد و آبستن شدن را به شأن خود تحقیر می دانست. آب شیرگرم و خوشبوی استخر و مالش گوارای کنیزکان پیکر سروناز را راحت بخشید. اسفنج و صابون معطر هندی نه تنها بدن بلکه دلش را هم به نحو ملایم کردند. او فرمود که دخترش را به گرمابه آرند. پس از تولد کردن دخترش دل سروناز به زندگی اندکی گرم شد. دخترک یگانه وسیله دلخوشی او در دربار محبس مانند شاه شغنان بود. وقتی که محبت خان پس از مردن پدرش به زن او یعنی مادراندر خود چشم علا کرد، سروناز نمی دانست از شرم و حیا سرش را به کجا زند. ولی محبت خان از بین تمام زنان حرم خود به او میل زیاد داشت. وی هوای عشق این جوان زن چون چوجه پری زیبای برتنگی را از روز اولی به دربار آوردنش در سر می پرورید و اکنون که حاکم مطلق مملکت گشت می خواست که او را یگانه زنی در تمام عالم دوست داشتهش را به مرتبه شاهبانوی دربار رساند. از آنکه سروناز زن قانونی پدرش بود محبت خان پروایی نداشت. محبت شورانگیز سروناز چشمانش را کور و گوشهایش را کر کرده بود. در ماه 3 حکومتش با مهربانی و هدیه و خوشامد بسیار سروناز را به خود مایل نمود. با کشته شدن عبدالرحیم خان در دل سروناز شعله امید برق زد که اکنون محبت خان او را به مثل دیگر زنان پدرش یا آزاد می کند یا به یگان مقربش می بخشد و نهایت از این زندان دلگیر کننده به عالم فراخ می براید. ولی تقدیر این بار هم برای سروناز پیش آمد دیگری آماده ساخت. محبت خان قریب تمام شبهایش را با او می گذراند. گاه و آن هم دل و بیدلان یگان زن دیگرش را به خانه خوابش دعوت می نمود تا قاعده زن و شوهری را رعایت کرده باشد. این همه توجه و مهربانی در دل سروناز بی اثر نماند. غنچه‌ای در عین نوبهار جوانی پژمرده عشق و محبت در کدام یک گوشه وجودش سبز گردید.
نه، او اقرار کرده نمی توانست که محبت خان را دوست داشته است. نوازش های صمیمی عاشقانه شاه کمی هم باشد ولقان نفرت او را به دربار و درباریان کاهش داده بود. در ماه هشتم به تخت نشستن محبت خان سروناز آبستن شد. وقتی با هراس این خبر را به شاه رساند، او هرچند می‌خواست خرسندی‌اش را پنهان دارد نتوانست و سروناز را به آغوش گرفت و گفت: بسیار می‌خواهم از تو فرزند داشته باشم. فرزندت هم به مثل خودت برایم عزیز خواهد بود. چنین رفتار را سروناز از شاه انتظار نداشت. وی چنین می‌اندیشید که او به شاه تنها برای خفت و خواب لازم است و بس. وقتی فرزند کرد محبت خان از بحرش می‌گذرد، حتی شاید از دربار براند و نهایت به آرزوی یگانه زندگیش رها یافتن از قید قفس دربار برسد. می‌دانست که شاهان شغنان زنان بینکاه خود را به محض بچه‌دار شدنشان به دهه‌های دوردست می‌فرستادند، اما فراموش نمی‌کردند. آقسخالان را به نگاه و بین آنها می‌گماشتند. فرزندان از زنان قمایی زاده را شحنه می‌گفتند. آنها از مردم عادی در زینه بلندتر می‌ایستادند و منصب‌های گوناگون محلی را اول به آنها می‌دادند. سروناز هیچ تصور کردن نمی‌توانست که فرزند یک زن عادی برتنگی و آن هم بینکاه برای شاه شغنان این گونه عزیز بوده می‌تواند. دختر باشد چی؟ با احتیاط تک‌پرسی کرد سروناز. او بسیار می‌خواست که طفل بطنش دختر باشد و نام مادر عزیزش را تازه کند. دختر باشد هم، کوتاه جواب داد شاه. این جواب شاه سروناز را به رقت آورد. او هیچ تصور نمی‌کرد که در پهلویش ظالم‌ترین شخص شغنان خواب است و چنین گپ عجیب از دهان او می‌براید. شاه موی سروناز را بین دو انگشتش حلقه کرده و به آزار کشیده او را نوازش می‌کرد. آخر ما نکاح نداریم شاهم. با آواز لرزان به جرأتانه پیچ راست زد او در بناگوش محبت خان. نکاح؟ گویا از کدام یک گوشه دورادور زمین ندا برآورد شاه. نکاح چه اهمیت دارد آن؟ آخر من زن قانونیت نیستم گفتنی شد سروناز، ولی در زمان درک کرد که این سخن گستاخی است و لب فرو بست. تو زن منی سروناز. شاه پاسخ سوال نداده زن را سر زبان آورده این بار هم او را در حیرت گذاشت و دوام داد: نکاح چه اهمیت دارد؟ وقتش رسد میکنیم. گویا سوزن ناعیانی به کدام رشته گره خورده دل زن برقاسا خلید و آن خود به خود باز شدن گرفت. از تمام 32 رگ و پیش زبانه های آتش جانب گلو حرکت کردند و در غبغبش جمع آمده گلویش را فشردند. گریه وجودش را لرزاند. اول کوشید خود را به دست گیرد، ولی با طوفان در ضمیرش برخاسته مقابلت کردن نتوانست و رویش را بین دو کف پنهان نموده آوازش را سر داد. گویا همین زمان پدر یا مادرش مرده بود و در سر جسم بیجان وی به خدانه نوحه می‌کشید. گریست و گریست، نالید و مویید، مویید و نالید. شاه اول بی سرانجام شد، ولی وقتی دریافت که سروناز را مهربانی غیر چشم داشتش و چنین عمل تحریک داده است، سر او را به سینه‌اش پخش کرد و با صبرانه منتظر شد که غم و حسرت خود را با آخرین اشک از سینه بیرون آورده آرام گردد. سروناز رسا نیم ساعت گریست. سپس دستانش را به گردن شاه حلقه کرده به خواب رفت. او تمام درد و علمی در وجودش جمع آمده را در آن شب به نوید آبستن شدنش با این گریه دور و دراز خود فرو نشاند و در تمام این مدت بار نخست از غم و غصه عالم آزاد و بالین سر نهاد. کنیز دخترش را آورد. سروناز فرمود لباس کودک را کشیدند و او را به دستش دادند. گلناز خود را به آغوش مادر زد، سپس دستک و پاچک زنان با آب حوض و بازی درآمد. شوقخون و دلخوشی گلناز به مادرش فرح بخشید. احساس گوارای خوشبختی وجودش را فرا گرفت. از آن که پس از ظهر محبت خان او را به نکاح دیر انتظار خود می درآورد، دلش شیرین شیرین گم زد. تمام بدبختی های به سرش آمده این لحظه او را کنار گذاشتند، بلکه به طول سالهای دراز از وی فاصله گرفتند. سروناز دخترک خوشبخت و بی‌پروایش را به سر سینه پخش کرده
از چشمانش بوسید و فرمود که برایش صابون خوشبو بدهند تا پیکر نحیف طفلش را با دستان خود بشوید. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتامیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار هفتم. برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.